اینو خودمون درست کردیم و الان اومدیم یکی دیگه تقریبا شبیه همین با هم دیگه درست کنیم. حالا که فهمیدی قضیه از چه قراره، وسایل مورد نیاز رو باید نگاه کن. یه دونه از این ولتمتر میخوای که آمپرمتر هم هست، یه دونه دیمر 5 آمپر میخوای، 8 تا فیش موزی رنگ قرمز و مشکی، یه دونه کلید راکر معمولی دیگه و اما یک پاور کامپیوتر اصلی که اینم در واقع سبد داره، چون تو سبد جا نشد سبد گذاشتیم زیرش، و البته این پک مخصوص ساخت منبع تغذیه که بدنه اصلیه و با پرینتر سعودی درست شده. حالا چرا دوباره از پرینتر سعودی داریم استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه پرینتر سعودی خوشگل‌تر در میاد، بدنه تمیزتری در میاد، راحت‌تر و ساده‌تر این بدنش طراحی و ساخته میشه. و حالا اگه شما پرینتر سعودی نداری، میتونی از چند راه انجام بدی. یکی اینکه میتونی بیاید از داخل سایت ما vidor.ir خیلی خوشگل بیای این بدنش ثبت سفارش کنی، با یه قیمت منصفانه بسته‌بندی میشه، حالا ارسال میشه. یا اینکه بیای از ذهن خلاق خودت یک طرحی برای بدنش بریزی و خودت حالا درست کنی. و یک چیزی که هست، بسته‌ای که ما داخل سایت میفروشیم اینه و توی ادامه ویدیو وسایل داخلش رو توضیح میدم و ببینید چطور این بسته برات ارسال میشه. و حالا این بدنه سری ما داخل این جعبه قرار گرفته که وقتی درش رو باز میکنی، اول از همه اینطور چیزی میبینی، یک پلاستیک در میداری و میبینی پر پیچ و مهره است. بعدش چیزهای دیگه داره، این پایه ها هستن، دسته هست و اینطور دوباره این پایه های قطعاتش که اگه دقت کنی داخل همه اینا باز دوباره یک مهره قرار گرفته که نیاز نیست باز خودت بیای مهرهاشو جا بزنی و خوشگل سر جاش قرار گرفته. دو تا اینطور چیزی هست که عقب و جلوی کار قرار میگیره، عقب و جلوی این قطعات اینجا، و البته این پنل اصلی جلویش که این میشه و اینطور قیافه‌ای داره اصلیش و اینم قابای جلویشه. حالا اگه دقت کنی کل اینم مهره‌هاش وصل شده و حدوداً 30-40 تا مهره همین منبع تغذیه ما برده و 30-40 تا نه، البته حدوداً بین 20 تا 30 تا. حالا وقتی تو این بدن از سایت ثبت سفارش کنی، میبینی که مهره ها اینجا قرار گرفته، ببین مهره ها این تو همه قرار گرفته و البته مهره های اینا که همش قرار گرفته بجز این، و امکان داره تو بعضیا مهرهاش جا نیفتاده باشه و داخل این پلاستیک باشه. اینجا اگه دقت کنی یک تعداد مهره هست برای بعضیاش که جاگذاری نشده و حالا دلایلی داره که بعد خودتون روی کار اینو نصب کنید و توی هر کدوم متفاوته، ولی توی بیشتر مهره ها همه قرار میگیره. و حالا برای مونتاژ این بخوایم بریم، نگاه کن کلی قطعه داریم که اینا رو تو ادامه بهتون میگم کدوم جاش کجاست و چه جوریه. حالا کاری که باید اول بکنی، این چیزای پنلش رو باید برداری بیاری با یه دونه غلطگیر. این غلطگیره رو در واقع ما باید بیایم بزنیم. دقت کن این قسمت نوشته‌هاش نگاه کن تو رفتگی داره. خب جوری نیست مثل اون منبع تغذیه دیگه که بیرون رفتگی باشه و ما با یک رنگ دیگه بزنیم. این تو رفتگی داره. تو غلطگیر رو میاری و اولین کاری که باید بکنی اینه، بیای با غلطگیر کل این سوراخ‌ها رو پر کنی تا یک رنگ سفید و جلوه خوشگلی بهت بده. حالا که این کارو انجام دادی، میریم سراغ این کار و الان من اول بیام با این غلطگیر خیلی خوشگل اینا رو خوشگل‌ترش کنم. بعد از کلی پدر سوختگی بالاخره تونستم به سختی این قسمتش رو از این غلطگیر رو بزنم. حتما یک نقطه‌ای که داشته باشین از این چسب کاغذی رو بیاین و این دو طرفش بزنید تا کثیفی نشه و رنگ به بیرون نره و خیلی با حوصله و ترتمیز بعد کل اینو ما بزنیم تا یک کار خفن و مشتی در بیاد. بالاخره بعد 2 ساعت این دوتا این قسمت نوشته‌هاش رو با غلطگیر اومدم زدم و خیلی خوشگل و تمیز اینا مرتب وصل شد. و الان این فیش موزیاش هم که همینطوری که می‌بینید من اینجا وصل کردم طبق این پایه و برای وصل کردن این فیش ها شما کافیه پیچای خود فیش رو باز کنید و اون قسمتی که میخواین حالا قرارش بدین طبق اون برنامه‌ای که میخواین و اون لایه‌ای که در واقع میخواین باشه. و حالا هم از پشت ماشه رو میندازین و پیچ رو میبندین و بعد از اینکه پیچ مهره بسته شد این قسمت اینو میبندین و بعدش اون مهره دیگه. و حالا چرا این دو مهره رو پشت سر هم نمیبندیم؟ به خاطر اینکه میخوام اول این فیشه اینجا محکم بشه، بعد که فیشه محکم شد اینو بندازیم و که اینو محکم کنه. بعد از نصب فیشو باید بیایم داخل نصب بدنه. خب اینجا اگه دقت کنید 2 مدل. خب یکیش این قسمتاش هم پیچ داره، این یکی دیگه نداره. اینه که جای پیچ داره رو باید برداری بیاری. و البته این پایه ها که اینا اگه دقت کنی روی همشون مهره نصبه. اگه مهره نصب نبود احتمالاً مهرها یا افتاده از توش یا اینکه داخل پلاستیک باید گذاشته شده که از اونجا باید برداری. حالا از این سایز پیچ باید برداری بیاری و این پایه ها رو متصل کنی. پایه ها رو میذاری این جلو اینطوری، پیچا رو هم میدی میره داخل و میبندی. یک چیزی هم حتما دقت کن، این پایه ها توی 2 مدل، یکی اینطور زائده این ورش داره، این یای دیگه صافه. باید 2 تا اینطوری پایین نصبشن، 2 تای دیگه بالا که این 2 تای بالا قلق داره نصبش. برای نصب اینای بالا اگه دقت کنی اینجا یک زائده ای داره که این برای نصب دستگیر است. این 2 تا رو باید جوری بیای نصب کنی که اینطوری روبروی هم بیفتن، یعنی این 2 تا روبروی هم که دستگیره اینطوری وصل بشه. اینا اینجا میذاری و پیچاشو محکم میبندی. برای پیچش هم از این سایز بزرگ باید استفاده کنی که 6 تا نیازه. و اینم از پیچ مهره آخر
که مهره رو میندازیم داخل، پیچ هم از این سوراخ میدیم بره تو و حالا وقت بستنشه. تا جایی ببندیم که دیگه واقعا صفر شده باشه، چون پلاستیکی نیست که بخواد هرز بشه و کامل الان محکم شد و این دو تا قطعه محکم به هم چسبیده. قبل از شروع برقکاری بهتره این کلید و اینا اینجا سر جاشون نصب کنیم تا دیگه اون موقع نیازی به کاری نباشه. برای نصب دیمر هم این مهرش رو باز می‌کنی، این از این ور میندازی، این واشرش هم حتما در این دیمر رو میندازی داخل تا جایی که دیگه بیاد بیرون. و از این ور اگه جا بود این مهرش رو باید ببندی که اینجا جا نیست، باید از پشت محکم کنی. و اما بالاخره میرسیم به بحث شیرین برقکشی و کلا برقه. برای این پاور ما ببین به 4 رنگ اصلی نیاز داریم و یک رنگ حالا فرعی، منظورم رنگ سیمه: مشکی، زرد، قرمز و نارنجی. مشکی منفی اصلی مونه، زرد 12 ولت، قرمز و نارنجی هم که همون 3 ولت و 5 ولت مونن و اینا رو با همینا نیاز داریم. ما سیمای مثل رنگ خاکستری، بنفش و اینطور چیزا رو نیاز نداریم، فقط یه رنگ سبز که این قسمته، این رنگ سبز اینجا نیاز داریم برای پاور دستگاه که بخوایم خاموش روشنش کنیم. خب حالا ما بیایم این سیما رو از جایی که نیاز داریم ببریم و چون دیگه این فیشای سرش کلا ما نیاز نداریم، سیم هم از جایی ببریم که حالا نیاز دارین که شاید بعداً اون قسمت فیش به کارتون بیاد. اینا کلا قطع شد و میمونه یک چیز اصلی این که از همین قسمت ما اینو قطع می‌کنیم بره. حالا در این مرحله بهتره ما بیایم در پاورمون رو باز کنیم که از داخل به سیما دسترسی داشته باشیم و سیمایی که نمی‌خوایم کلا از ته بکنیم و اینطوری مرتب‌تر و زیباتر میشه. این از کل سیما که سیم‌هایی که نیاز نداریم، این رنگ بنفش، رنگ خاکستری و این رنگ آبی که این بره، همه اینا رو ما باید از ته بتراشیم و کارایی اینا کارهای خاص خودش رو داره که یکم تحقیق کنی میفهمی و چون ما نیاز نداریم اینجا ما همه رو قطع میکنیم و میریم سراغ کار خودمون. در این قسمت هم ما باید بیایم سیما رو تقسیم بندی کنیم: قرمز یک طرف، مشکی‌ها که از همه بیشتر یک طرف، زرد، نارنجی و یک دونه رشته رنگ سبز. حالا که سیما رو خارج کردیم فقط کافیه در بالاش هم ببندیم و کارمون با پاورمون تموم میشه. حالا توی این بخش 2 تا مهره‌ای که مونده بود باید این قسمت دستگیره رو نصب کنیم و پیچای دستگیره رو هم ببندیم، چون بعد که پاورمون بیاد این رو قرار بگیره دیگه ما دسترسی نداریم به این قسمت. یکی این قسمت قرار میگیره و اون یکی دیگه‌ش هم میاد اینور. دستگیرمون رو میاریم و این قسمت قرار میدیم، پیچامون هم باید از این قسمت رد بشه. رد میکنیم و میدیم بره داخل سوراخ این قسمت و بره قسمت مهره. یکی اونور، یکی دیگه هم اینور قرار میگیره و حالا بعد پیچای اینا رو هم با یک پیچ گوشتی دست بلند یا خیلی کوتاه محکم کنیم. حالا بعد این پاور کامپیوترمون رو بیاریم، سیماشو از این سوراخ بالایی این قسمت رد کنیم بده بیرون و این قسمت پاورمون رو باید جوری جا بزنیم که فنش جا برای هوا داشته باشه، یا اینکه اینطوری بالا باشه یا اینکه میتونه عقب و جلو باشه. اگه اینو برعکس نصب کنیم که بره زیر نمیتونه هوا رو خوب انتقال بده و درست عمل نمیکنه. و اینم از این خوشگل سر جاش جا خورد. دستگیرم که خوشگل اینجا باز و بسته میشه، فقط یکم با این محافظش برخورد داره که چیز مهمی نیست. این تا تمومت میتونیم الان در پشتش هم ببندید. برای نصب در پشتش هم به هر طرفی که خواستین میتونین رو جا بزنید و این 8 تا پیچ سایز بلندی که مونده رو باید بیارین و این ته استفاده کنید و پیچای سایز بلندمون کلا تموم میشه و خیلی کم مونده از داستان پیچ بستن ما. حالا بخش سیم کشی اصلی که چون ما میخوایم پنل آمپرمتر دار هم بذاریم که یعنی آمپر هم بسنجه، سیم کشیش با بقیه مواقع فرق میکنه. اول از همه تو سیم سبز و یه دونه مشکی رو باید برداری بیاری این گوشه بذاری که تا آخر هیچ کاری ما باهاش نداره. بعدش نگاه کن سیمای قرمز و این چرنگی بود، نارنجی و ما اصلا بالا نیاز نداریم، همون بره پایین. و اما سیمای دیگه مشکی، یک رشته سیم دیگه هم از مشکی باید بذاریم برای پنلمون. بقیه همه سیمای مشکی باید بیاد بره وصل به این سیم این قسمت، باید وصل به سیم منفی این چیز پنلمون که بره داخل پنل و باز دوباره از سیم رنگ قرمزش ما باید خروجی اینا رو بگیریم. بعد از اینکه این سیمای مشکی از قسمتی که نیاز بود بریدی، بعد همشون رو لخ کنیم و به سیم مشکی این ولتمترمون وصل کنیم. و اگه دقت کنید 2 تا فیش داره، این نازوکه نه این کلفته که برای آمپرمتر بودنشه و همینو که بری جلو این قسمت مرحله هم تموم میشه. حالا هم باید بیایم این فیش دیگه این پنلمون رو وصل کنیم سیم مشکیشو به یکی از مشکی هایی که نرفته داخل این، از قبل براش گذاشتیم. وارنیش هم حتما فراموش
فراموش نشه تا یک کیفیت کار خوب ایمنو با کیفیت دیگه داشته باشیم. برای اون دو سیمی هم که برای کلیدمون بود، یعنی سبز و یه دونه از اون مشکی هایی که دوباره از این تو نرفته، اومدیم سرش از این فیشا زدیم، وارونیش هم میذاریم اینجا و اینا رو هم درست محکم میکنیم و بعد وصلشن به این کلید این قسمتمون. خب همینطور که می‌بینید کل سیما رو من اومدم دسته‌بندی مجدد کردم، یعنی منظور از مجدد اینه که اومدم سراشون رو لخت کردم، همه رو به هم وصل کردم. قرمزا به هم، نارنجی‌ها به هم، زردای پایین که 4 تا سیم زرد به هم. این کلیدم وصل کردم فیشش رو این قسمت و این ستای بالا که برای دیمرمون هم بود به هم وصل کردم. حالا بریم نصب این دیمر ما. نگاه کن پشتش اینجا نوشته که چه جوری داستان از چه قراره و پین ها اینجاست، اینم ولومشه و آموزشش هست تقریبا. و برای نصبش دقت کنیم مثبت 12 ولت ماه بعد بره داخل وی مثبت میشه این پایه این قسمت و جدا از این که این بعد اون قسمت نصب شه، این پایه قرمز هم باید به این یکی یکی شه و با هم برن این تو که کار ما رو این قسمت انجام بده. این از آخرین کارهایی که کردم، همین دیمرش رو من نصب کردم، سیم کشیش هم که اینطوری شده و این که بخوام یک توضیح بدم، یه 12 ولت و یک منفی میاد میره داخل دیمر، از این من دو تا چیز سیم خارج میشه، مثبت و منفی. اینجا هم نگاه کن قرمز وصل کردم به مثبت ورودی، این سیم زردم به مثبت خروجی دیمر، منفی هم که همونطوری گفتم کلا به خود من با تغذیه وصله بدون که بیاد بره این داخل و کار دیگه نمون. بقیه کارا میره برای فردا میام ادامه کارو جمع. امروز دیگه بعد کلا نان و تغذیه رو جمع کنیم که برای شروع میخوایم این قسمت سیمای اینا رو لحیم کنیم. یعنی که از این سیم مشکی‌ها کوتاها که اضافه ریخته بود اینا رو آوردم که بعد مشکیای اینا رو همه رو به هم وصل کنیم و براشون 5 سیم میخوام بکشم چون دیگه بس برای آمپر کشی و آمپر دهی که میخواد به ما بده، همه مشکی باید با هم یکی بشه. بالاخره به یک خوشگلی خیلی زیبا اینا رو من جمع کردم، وارنیشا رو خفن زدم، هر رو تمیز و ایمن همه نصب شد. اینم سیم منفی کلا که اینجاست که یکیش حالا رنگ خاکستریه و اینو ما باید وصل کنیم. این فیش این قسمت قرمز این فیش. خب همینطور که اینطوری شد و این سیمای منفی اومده به من وصل شده رفته اینجا یک سه رشته باز اومدم سیم مشکی کشیدم برای این دیمرمون و این براش هم که سیم اصلی ورودیه که اینطوری شده. از قسمت فیشش من باز کردم که بعد اینو باز جا بزنم بره سر جاش. خب حالا بعد این سیمای قرمز نارنجی و زردمون رو وصل کنیم به این پایه‌های پایین و اینطوری که من بعد بگم وصل کنید. سیم نارنجی 3.3 ولت، قرمز 5 ولت، این زردم 12 ولت که بعد روی پایه‌های پشت اینا نصب بشه. من سیم لحیم هم تموم شده بود، رفتم این سیم لحیمو گرفتم و چیزی که هست ببین مارکش اینه، اصلا اینو نخر، بی کیفیت ترین سیم لحیمی که تو عمرم دیدم. این من اومدم 1 متریشو گرفتم سریع برم این کارو جمع کنم برای خودم، باز بعداً برم یه خوب بخرم. ولی یک مارک دیگه هست مثل همینه به قیافه اینه ولی خیلی کیفیت بالاتری داره. این اومدن کپی اون زدن و اینکه حالا کیفیتش رو درد نمیخوره. حالا اگه اینطوری شد مثل من شد خواست یک چیزی رو بزنی سیم لحیمت به درد نمیخورد و اصلا وقتی سیم لحیم خوب نباشه هیچ جوره نمیشه مثلا یک سیمو بخوای به این لحیم کنی پدرت در میاد، تازه این دوتا هم خوب به هم نمیچسبن. حالا تو این مواقع چیکار کنیم که سیم لحیممون خراب بود؟ اول از همه که تو هویت رو بیار روی هر دو قسمتی که میخوای به هم لحیم کنی یک مقدار لحیم بزن، مثلا اینجا این لحیم داره اون سیممون هم که لحیم داره. حالا چیز دیگه هیچ جوری نمیشه این دوتا رو به هم چسبون به خاطر کیفیت بودن کار. خب اینجا تو این فندک اتمی که بعد بیاری یک فندک اتمی داشته باشی، اینو روشن میکنی هر دو طرف رو با هم داغ میکنی، هر دو تا آب میشن میرن تو هم، خاموش میکنی نگه میداری تو خوب خنک شه. نگاه یک کار با کیفیت خوشگل، با کیفیت هم البته نه ولی خیلی تر و تمیز نسبت به کیفیت این سیم لحیممون در اومد و الان وارنیش رو میزنیم اینا هم تموم شد. حالا که سر همه رنگات از این فیشای خود این فیش موزیا خورد باید بیای اینا رو سر جاشون باز ببندی و خوشگل دیگه کار این قسمت این صفحه پایینیمون تمام میشه. حالا هم که کل این سیممون وصل شد بعد اینو فشار بدیم، سیما رو اضافه رو بدیم بره داخل، خود اینو سر جاش اینطوری وصل کنیم و پیچ هاشو ببندیم. حالا پیچ هاش داخل پک یک پلاستیک دیگه اینطوری هست 12 تا پیچ تو همین سایز هست، اینا رو باید توی هر کدوم از این پنل 6 تا ببندی. حالا که پنل پایینش بسته شد کافیه این سیمه که از این مشکیه بود خروجی این پنلمون باز بیاریم این قسمت وصل کنیم به منفی ورودی این دیمرمون و دیمرمون ورودیاش تموم میشه بعد بریم دو تا سیم خروجیشو وصل کنیم. یک مشکلی که داخل ساختمان به تغذیه با پاور کامپیوتر و این ولتمتر هست اینه که وقتی تو میای ولوم میذاری ولتاژو این درست نمیگه، این میاد میگه 12 ولت با اینکه تو اینو کم و زیاد کنی باز همون 12 ولت برق اصلیشو میگه.
این دلیلش به خاطر اینکه این حالا فرکانسش اون چیزش با هم دیگه برابر نیست و این میاد میانگینش رو میگیره. وقتی میانگین میگه 12 ولت میفته و اینم نمیاد ولتاژ رو کم کنه، میاد این فاصله حالا این مثلا هرتز رو میاد کم و زیاد میکنه با این ولوممون و اینطوری میشه که اینطوری این ولتاژ روی مانیتور این کم و زیاد نمیشه. حالا باید بریم یه کاری کنیم. میتونیم بیایم این چیز رو صاف کنیم، یعنی کاری که بکنیم بعد این ولتاژ رو بیایم صاف کنیم تا این بتونه درست تشخیص بده. که یک روشش اینه بیام از یه خازن 2216 ولت حالا یا 25 ولتش و یا از این مدل 1000ش استفاده کنیم و یک مقاومت 2200 اوم اگه اشتباه نکنم از اون استفاده میکنیم. اینا رو به هم حالا وصل میکنیم طبق نقشه‌ای که میاد روی تصویر و اگه اینطوری نتونستین چیز کنین، یعنی کردین کار نکرد، مثل من کار نکرد، بعد یک کار دیگه کنید. تنها راهی که میمونه با کمترین هزینه که فقط با یه مقاومت انجام بدین اینه که پایه‌های مثبت و منفی خروجی دیمر رو با این مقاومت به هم وصل کنید و سیمش رو بیان وصل کنید داخل این ولتمترمون و وقتی این ولومو کم و زیاد کنیم ولتمترمون این ولتاژش کم و زیاد میشه. حالا یک فرقی که داره چیه؟ روی مولتیمتر درست انجام میده ها، قشنگ ولتاژ کم و زیاد میشه و دقیق و خوشیه، ولی وقتی میاد روی این پنل ولتاژ برعکس میشه. یعنی که تو ولومت میره روی 1 ولت، این مثلا 11 ولت رو نشون میده و این یعنی مقاومت اینجا استفاده کنیم روی این چیزمون پنلمون برعکس نشون میده، ولی ولتاژ همه چی اوکی و درسته. درست‌ترین کارش همین استفاده از این خازن و ایناست که همیشه کار نمی‌کنه. مثلا من که کار نکرد و برای خازنش هم می‌تونید 1000 هم 2200 هم 4700 استفاده کنید. برای مقاومتش هم 1 کیلو اوم یا 2.2 کیلو اوم استفاده کنید و اینطوری میشه استفاده کرد. این تو خازن باید اینطوری بس کنید، منفیش این پایه، مثبت خازن میره به یک از پایه‌های مقاومت، اون پایه دیگه‌ش هم که بره. حالا بعد چطوری بس شه؟ سیم زرد ولتمتر که برای ولتاژ وصل میشه به این پایه وسط که این دو تا به هم وصلن، این قسمتش وصل میشه به منفی اصلی منبع تغذیه‌مون، این راستیش هم به اون پایه متغیر دیمرمون. اینطوری حالتی که با خازنه و اون حالتی هم که گفتم مقاومت تنها رو به مثبت منفی خروجی وصل می‌کنی و بعدم برمی‌گردن به همون وصل می‌کنی و تمام. چیزی هم هست تو این حالتی که مجبور میشی فقط از یک مقاومت این قسمت استفاده کنی که مقاومت این پشت وارنیشه. باید بیای این سیم تعیین ولتاژ این پنلمون رو که سیم زرد یا رنگ سفید وصلش کنی اینجا به پایه منفی. دیگه نباید وصلش کنی به پایه مثبتی که قبلا روی روال روی مثبت بود. الان چون داستان فرق می‌کنه، قضیه فرق می‌کنه، بعد وصل کنی رو پایه منفی و همونطورم که گفتم ولتاژ رو برعکس نشون میده. به جای مثلا 1 ولت می‌نویسه 11 ولت، به جای 6 ولت میزنه مثلا، البته به جای 6 ولت میگه 6 ولت، به جای مثلا 5 ولت میگه 7 ولت و کلا داستانش فرق میکنه. آخر ویدیو هم دقیقاً بهت میگم چه جوری. حالا دیگه اصلا کار زیادی نمونده، فقط همین دو تا سیمی که برای این متغیره بعد وصل کنیم به این دو تا فیش این قسمت. حالا دیگه بعد در این پنل جلو ببندیم و برای این پنلش اومدن فیشاشو قطع کردم و بعد اینطوری جا بزنیم. میره فشار بعد بدی تا اینکه بره اون ته خوشگل جا بیفته و این الان رفت سر جاش قشنگ وایساد. فیشاش هم بعد دقیقاً همونطوری که باز کردیم ببندیم که اینطوری میشه و دیمر حالا این قسمت قرار میگیره و این فیشای این هم که اینطوری اینجا باید پیچاش و مهرهاش بسته بشه. اینجا همینطور که می‌بینی کاملا وصل شد. فیشای کلیدم وصل کردم و یک چیزی که هست، من سعی میکنم نقشه کل این سیم کشی‌ها رو بذارم و احتمال 100% اگه گذاشته بشه داخل کانال تلگرام میذارم و اینکه حواستون اونجا باشه لینک کانال تلگرام الان این بالا اومد، روش بزنید برید کانال تلگرام جوین بشی و خیلی چیزا هم هست اونجا یاد میدم و اونجا میگم و داخل یوتیوب گفته نمیشه. از اونجایی هم که برای این دیمرمون جا نبود که از این ور مهرهاشو ببندیم، با چسب محکم کردم و الان سر جاش محکم شده. الان هم کافیه کلا هر چی وسیله مسیله این پشت مشتش هست بدیم بره داخل و درشو کلا ببندیم. اینم از آخرین پیچش که بسته میشه و کلا این پروژه هم تموم میشه. تمام. خب این از اتمام پروژه فقط مونده تستش و چیز جالبی هم این سیم لحیمی که براش گرفتم 1 متر بود اینقدر ازش مونده، یعنی دقیقاً دارن با هم تمام میشن. این منبع تغذیه‌ای که ساختیم با این دکمه روشن میشه، در صورتی که دکمه پشتش روشن باشه و داخل برق باشه. و همینطوری هم که این الان روشن شده، خیلی خوشگل هم فن بالاش داره کار میکنه، همین که مانیتورش روشنه. و البته یک مشکلی که هست داخل دوربینی توی چشمک میزنه که الان اینو با چشمک میزنه درسته و با چشم هیچ مشکلی نداره. و الان هم بریم دونه دونه کل این پورتاشو تست کنیم و دیمرشو. خب مولتیمتر آوردم و میتونین خیلی خوشگل ولتاژ از این رو
ببینید چراغش هم روشن کنم تا بهتر دید. همینطور که می‌بینید این دو تا مال مولتی متر میزنم داخل این 3.3 ولت. مانیتور داره 3.14 ولت رو نشون میده اینور داخل این مولتی متر. میبرم داخل این پورت 5 ولتش، اینجا هم شد 5 ولت و 2 دهم. بریم داخل 12 ولتش، نشون میده 12 و 11. خیلی خوشگل، پورتای پایین کامل و سالم دارن کار میکنن بدون هیچ مشکلی. الان میریم برای این پورتای بالاش، میذاریم داخل، میبینیم این تو ولتاژ 0 زده و اما هم حالا میبینیم وصل کردم به قسمت متغیرش. اینجا ولتاژ زده 12 و 1. اگه تو دوربین خوب معلوم بشه که قطعا نمیشه، ولی اینجا زده 0. چرا؟ به خاطر همونطوری که گفتم ولتاژ معکوس عمل میکنه و برعکسه. ببین الان ولومو روشن میکنیم و میبریم هی بالا و بالاتر، میبریم مثلا به 4 ولت. خب نیست و 7 خودن میایم میبریم میبینیم زده 8 و 3. اگه قشنگ معلوم باشه زده 8 و 3 که همونطوری که گفتم برعکسه. 8 و 3 بیام با 3 و 7 اضافه کنیم میشه چند؟ همون حدود 12 و خورده میشه. و همونطوری که گفتم برعکس، من این ولوم مثلا زیاد میکنم میبرم رو آخر. اینجا زده 0 ولی اینجا زده 12 ولت. و برای اینکه بتونیم این معادله دقیقش رو به دست بیاریم، تو مثلا میزنی 12 و 1 منهای این عددی که مثلا اینجا میاد منهای 4 و 7 چقدر میشه؟ میشه ولتاژ خروجی واقعیش. ما مجبور شدیم این کار بکنیم و هر کار دیگه‌ای می‌خواستیم، یعنی کردیم، تلاش کردیم که درست نشون بده، نشد. از آخر مجبور شدیم این کارو کنیم و خیلی راحت میشه حساب کرد ولتاژ خروجیشو. وگرنه یک مولتی متر کنار دست داشته باشی برای احتیاط بزنی، ولی کار اصولی نیست، ولی دیگه مجبور بودیم. این از موتور DC 775 که وصل کردم به این رو ولتاژ 5 ولت و الان می‌خوام روشن کنم و نگاه کنیم. ببین روشن شد، الان داره میچرخه، خیلی خوشگل. این برام اگه دقت کنی آمپر دقیق زده چقدر داره آمپر میکشه. 2.7 حدوداً 2.7 آمپر این داره میکشه روی ولتاژ 5 ولت. البته این رو 12 ولت بره این کم میاره قطع میکنه و اون رو حتی نزدیک شاید به 7 آمپر بکشه و آمپر مترش هم خیلی خوشگل داره کار. اینم از این ویدیو که به خوبی و خوشی تموم شد. مرسی تا آخر ویدیو نگاه کردین. تا درودی دیگر، بدرود.